روزهای 13 14 آگوست در شهر اکاتوی قزاقستان جام کشاد آسیا اوید به گشتین جودو به خاطر تورا ژولدبایف برگزار شد. در مسابقه 154 ورزشگر از 6 دولت شرکت کردند. تیم منتخب تاجیکستان عبارت از 8 نفر در مسابقه اشتراک کرده. تنها یک نفر ابوبکر شیروف در وزن 66 کیلوگرم به گرفتن مدال نقره دست یافت. ورزشگر دیگر تاجیک نوروز کریمزاد در وزن 73 کیلوگرم جای هفتم را گرفت. ابوبکر شیروف رقابت‌هایش را از دور دوم مقابل ورزشگر میزبان عظمت زلجلالف شروع کرد و او را مغلوب کرد. در چهارک‌نهایی شیروف بر جدوکار دیگر میزبان بولات بلال با اپون پیرو شد. در دور نیم نهایی شیروف مقابل سوم جدوکار میزبان این نوبت الماس گلیموف قرار گرفت و او را نیز شکست داد. در فینال ابوبکر شیروف با جدوکار پرتجربه میزبان سونگات ژوباتکان نیروسنجی کرد. متاسفانه شیروف با دریافت 3 شیدو مغلوب و برنده مدال نقره مسابقه شد.